سلام بچه ها، خوش اومدین به ویدیو جدید دیگه. ببین چی برات آماده کردم. وای این وای انقدر خفنه. من دو دست بازی کردم، انقدر این خفنه که اصلا کسوف و خسوف میشه. هر چی رو ببینی کسوف و خسوف میشه. به ابوالفضل انقدر خفن دیگه زیر نظر. خب آدما به دو دسته تبدیل میشن. این فکر کنم قایم موشک، نمیدونم 4 نفره و چی دارم میگم. وای دوباره من خل شدم، ببخشید آجی. اگر لایک کامنت سابسکرایب دلتون نمیخواد بکنین، خود حداقل چرا نمیکنین؟ خصوف ویدیو من بودو لینک. وای اگر میخواستین بابا وای اونور برو پدر سگ. اونور برو اونور. آره آجی وای نمیر. وای داداش من خیلی کاری به من نداره. باش داداش برو فرار کن. برو داداش کجا میری؟ ای داداش بیچاره شماره 5 رفته بود ازدواج کنه با نمیدونم. داشت بودوین فقط پیش من نیا. این آفرین میخواستی دنبال من بیایی. داشت خسوف میشی. خسوف آجی میخوام این ویدیوی سیگما، یعنی این دختر رو که دوست نداره، این ویدیوی سیگما علت شد اینه که میخواستم ویدیو رو فان کنم، اما ویدیوی فان من ندارم، یعنی انیمیشن فان من ندارم که چیکار کنم. وایسا اومد خاک توی سرت اومدی دنبال من. این خاک بر سرت خب داشتم میگفتم علی ویدیو یعنی اینجا تو این چیزا خیلی طولانیه. من نمیتونم اونقدرم سریع واسه تون ویدیو رکورد کنم. اگر ویدیو ایدیتش خوب نبود یا صدا گذاریش خوب نبود منو ببخشید. خب این تاثیر گذاری خیلی بده آجی. این جلو داستانه این تاثیر گذاری خیلی بده. ویدیو انجام بدم و خفن باشه دیگه. تا بال 2 ویدیو رو آپلود کردم، یه دونه حسابم نگرفتم. یعنی من نمیدونم چرا این کارم، یعنی بیچاره و به ساعتهای ایدیت من نمیتونم اون قدم سریع باشم دیگه. پدسک بریم دیگه. یوسف این همه چیزا رو واسه تو توضیح دادم و امیدوارستم به دردتون بخورم و میخواستم این ایدیت ها رو واسه تون سریعتر انجام بدم و اگر ایدیت خفن نیست منو ببخشید، چون که ساعتهای ایدیت خیلی زیاده. من نمیتونم ایدیت من انقدر خفن باشه، اما سعی میکنم ایدیت خفن تری داشته باشم، خفن تری ایدیت بزنم، خفن تر باشم دیگه. کل خفن تر باشم و جان داشت بودو الان وای مردی آجی. فکر کنم من برنده بشم. لینک از اینو من نمیدونم شمارش چنده، فقط دیدم که شمارش اینه. خب بچه ها سعی میکنم ایدیت این ویدیو رو واسه تون خفن تر بکنم و صدا رو باید زیادتر بکنم.
همه دنیا رو خواب میبره، منو خواب میبره. آره فوق‌العاده منطق داشت. منطق چیز منطق آجی من خیلی گفتی اونجا خب معلوم داره اون تستا درجش میتونه منو بزنه چی میتونه بزنه. بودو وای زنتون پشت سرم نبود پشمام میخته. وای بدبخت. 2 1 خب خیلی خفن بود ویدیو اینجا تموم نمیشه. اگر میخوایی یه ویدیو ثبت کنم و بگم که یه ویدیو از FC موبایل یا روبلوکس یا پابجی یا ماینکرافت بزنم، اما الان نمیگم که کانتنت بعدی چی باشه. یعنی شما آماده میشون و کانتنت در نمیاد. کانتنت بعدی رو من خودم میدونم، اما خواستم واسهتون بگم که کانتنت بعدی یک گیم دیگه است و 3 تا ویدیو دیگه یه دونه گیم دیگه است و 3 تا ویدیو دیگه هم یه گیم دیگه است. یعنی مثال این آخرین ویدیو پابجی بود توی چنل، بعدش ماینکرافت میاد 3 روز 3 تا ویدیو، بعدش هم FC موبایل میاد، بعدش هم دوباره پابجی موبایل میاد. من این ویدیو رو روزی 1 بار ویدیو ثبت میکنم، چون که بیکارم دیگه. بیکار شاید باشم و خیلی تونم فکر کنم بوده. برو بیمیم پدر سگ. ما اینه بودو من دیگه رب دارم میخونم. سیس گیتار داشت. فوی فکر کنم باختم چون ثانیه آخره و صدا باید اگر کمه صدا زیاد باید باشه. اسکل نباشم، باید خول نباشم. 2 ثانیه اول مونده و باختش یارو. از 8 نفر 1 نفر دیگه مونده که اسمش چیه؟ او بلوهو اسمشه. خیلی اسم عجیب غریب داشت. یه بار من اینجا باید موفق باشم. پدر سگ وایسا. پدر سگ وایسا میگم وایسا. اسپانسر میپره پدر سگ. بابا پدر سگ اسکول. این ناخونای براغم رو زدم توی چشام. خب بچه ها فکر کنم ویدیو خیلی طولانی شد. این بود از ویدیوی آخرین ویدیوی این هفته پابجی موبایل و سعی میکنم ویدیوهای دیگرم بذارم و تا ویدیوهای بعد و ویدیوهای خفن بعد خدا نگهدار.